خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم یه دزدگیر اماکن بهتون معرفی کنیم از برند نیولکس. دزدگیری که کلی امکانات داره برای کسایی که میخوان برن مسافرت و منزل تشریف ندارن به کارشون میاد. بریم که امکانات این دزدگیر رو از روی اپلیکیشن بهتون توضیح بدم. با ما همراه باشید. خب دوستان، این محیط اولیه نرم افزار نیولکس هستش. وارد که بشیم میتونیم اینجا وضعیت فعال یا غیر فعال دزدگیر رو مشاهده کنیم. میتونیم از راه دور بدون نیاز به اینترنت از طریق این گزینه‌ها دزدگیر فعال یا غیر فعال کنیم. میتونیم آژیر رو فعال یا غیر فعال کنیم و میتونیم وضعیت باتری و آژیر و تلفن و فیوز و برق و کل این مسائل از اینجا قشنگ ببینیم. و غیر از این آپشن دیگه هم که داره، شما میتونید 7 تا وسیله برقی و همونطور که مشاهده میکنین فعال یا غیر فعال کنید. میتونه لامپاتون باشه، میتونه هر وسیله برقیتون باشه، میتونه کرکر برقیتون حتی از راه دور با این نرم افزار بالا و پایین کنین. مثلا الان من میخوام لامپ روشن کنم، میزنم لامپ روشن میشه. بعد دوباره میتونم از طریق همین نرم افزار دوباره گزینه غیر فعال بزنم و غیر فعال بشه.